اگر به خرید اینترنتی علاقه داری باید از حقوق خودت هم مطلع باشی. در خریدهای اینترنتی اگر کالا معیوب باشه یا مطابقت نداشته باشه با اون چیزی که قبلا بهش اشاره شده، شما میتونید کالا رو برگردونید و پولتون هم به صورت کامل دریافت کنید. همچنین اگر شما بخواید خرید اینترنتی داشته باشید، فروشنده موظفه که تمام اطلاعات کالا رو به صورت دقیق و شفاف در بستر فروش آنلاینش قرار بده، به نحوی که خرید برای شما ساده باشه. یه موضوع دیگه هم وجود داره که شاید خیلی از اون مطلع نباشن و اون هم اینه که اطلاعاتی که شما موقع خرید اینترنتی به فروشنده میدید باید محرمانه باشه و در هیچ کجا افشا نشه و از اطلاعات شما سوء استفاده نشه. نکات زیادی دیگه ای هم وجود داره مثل شرایط فصل، عدم تحویل با موقع کالا. اگر میخوای در مورد اینها هم اطلاعات داشته باشی کلمه خرید رو برام کامنت کن. اگر به خرید اینترنتی علاقه داری باید از حقوق خودت هم مطلع باشی. در خریدهای اینترنتی اگر کالا معیوب باشه یا مطابقت نداشته باشه با اون چیزی که قبلا بهش اشاره شده، شما میتونید کالا رو برگردونید و پولتون هم به صورت کامل دریافت کنید. همچنین اگر شما بخواید خرید اینترنتی داشته باشید، فروشنده موظفه که تمام اطلاعات کالا رو به صورت دقیق و شفاف در بستر فروش آنلاینش قرار بده، به نحوی که خرید برای شما ساده باشه. یه موضوع دیگه هم وجود داره که شاید خیلی از اون مطلع نباشن و اون هم اینه که اطلاعاتی که شما موقع خرید اینترنتی به فروشنده میدید باید محرمانه باشه و در هیچ کجا افشا نشه و از اطلاعات شما سوء استفاده نشه. نکات زیادی دیگه ای هم وجود داره مثل شرایط فصل، عدم تحویل با موقع کالا. اگر میخوای در مورد اینها هم اطلاعات داشته باشی کلمه خرید رو برام کامنت کن.